این خورشید رو میبینی؟ نور به این قشنگی رو میبینی؟ رو هممون میتابه، به هممون نور میده، به هممون گرما میده. ولی میدونی کی میتونه چیزی رو بسوزونه؟ وقتی که یه جا متمرکز بشه. وقتی که متمرکز بشه روی یک نقطه‌ای، میتونه اون نقطه رو بسوزونه. و چیزی که باعث میشه این اتفاق بیفته، اون تمرکز جمع شده است، اون توجه خطیه. اون باعث میشه که یه نتیجه‌ای داشته باشه، یه نتیجه متفاوت. و ما دقیقاً میخوایم همین کار رو توی زندگیمون انجام بدیم. میخوایم توجهمون رو بیاریم به سمت چیزی که میخوایم، توجهمون رو از رو چیزایی که نمیخوایم، دوستشون نداریم، نگرانیامونن، حالمون رو بد میکنن، پارتنری که حالمون رو خوب نمیکنه، میخوایم از رو همه اینا جمع کنیم، بیاریم بذاریم رو چیزی که میخوایم. میخوایم تمرکزمون و توجهمون رو اینجوری از راست بچرخونیم بیاریم سمت چپ، سمت چیزایی که میخوایم. حالا تو به هم بگو، میخوای توجه و تمرکزت بیاد سمت چی تا به هدف خاصت برسی؟ برام بنویس.